اگه بخوایم صادق باشیم، ماریکا از همون اول یک الهه نبود. نه قدرتی در کار بود، نه تختی، نه حتی مفهومی به اسم نظم. و فقط یک چیز وجود داشت: رنج. ماریکا از قومی به نام شمنها میاد، قومی که در سرزمینی زندگی میکردن به اسم لند آف شادو. اما اینجا زندگی معنی عادی خودش رو نداشت. شمنها توسط گروهی به نام هورنست ها تحت آزار و اذیت قرار می گرفتن. اما این فقط جنگ یا خشونت ساده نبود، بلکه یک سیستم کامل از شکنجه بود. جایی که بدن شمنها برای آیین‌ها، آزمایش‌ها و چیزی که بهش میگفتن ادغام استفاده میشه. و اینجا باید یک چیز را خیلی جدی فهمید. ماریکا در جهانی رشد کرد که خشونت قانون، نه استثنا. و این سوال مهمی را شکل میده: وقتی کسی در چنین جهانی بزرگ میشه، آیا دنبال صلح میره یا دنبال قدرت برای پایان دادن به این چرخه؟ در اعماق همین تاریکی چیزی در ماریکا شکل گرفت، نه امید، بلکه یک تصمیم خاموش. سالها بعد یک نیروی بیگانه وارد این جهان شد، گریت ویل، و ماریکا به عنوان یک ایمپایریان انتخاب شد. یعنی کسی که میتونه تبدیل بشه به ظرف قدرت الدنج. و اینجا یک انسان معمولی تبدیل شد به مرکز یک شهر. اما این انتخاب هدیه نبود، این یک زنجیر بود. با ورود گادفری، اولین الدن لورد، ماریکا شروع به ساخت چیزی کرد که بعدها تبدیل شد به گلدن اوردر. اما گلدن اوردر فقط یک امپراتوری نبود، این یک سیستمی که تعیین میکرد چه چیزی درست است و چه چیزی نباید وجود داشته باشه. و اینجاست که واقعیت خودش رو نشون. صلحی که ساخته شد روی حذف خیلی بنا شده. جنگ ها یکی یکی شروع شد. نابودی غول‌ها، پاکسازی دشمنان ارتیری، تثبیت قدرت الهی و گسترش کامل نظم طلایی. از بیرون همه چیز با شکوه به نظر می‌رسید، یک عصر طلایی واقعی. اما از داخل این نظم با خون ساخته شد. و درست در همین دوران فرزندان ماریکا به دنیا میاد: گادوین محبوب، نماد امید، مورگات و مورگ، نفرین شده ها، ملینیا و میکولا، کودکان رنج دیده و بیمار. اما یک نکته خیلی مهم اینجاست: حتی درون خانواده خودش هیچ تعادلی وجود نداشت. عشق، نفرین، طرد شدن و بیرحمی، همه چیز در کنار هم رشد کرد. و این یک سوال جدی را ایجاد بود: اگر حتی خدا نتونه یک خانواده متعادل بسازه، چطور میخواد یک جهان متعادل بسازه؟ و حالا میرسیم به نقطه‌ای که همه چیز فرو میریزه. نایت آف د بلک نایفز. در این شب رون آف دف دزدیده میشه و گادوین کشته میشه. اما اتفاق عجیب اینه: اون کاملا نمیمیره. روحش از بین میره اما بدنش باقی نمیمونه. و این یعنی یک چیز وحشتناک. مرگ دیگه کامل نیست. و این اتفاق یک شکست در خود جهان ایجاد میکنه. اینجاست که ماریکا تغییر میکنه. نه ناگهانی، بلکه کامل. و تصمیم میگیره که هیچ کس انتظارش رو نداشت: شکستن الدن رینگ. اما چرا؟ هیچ پاسخ قطعی وجود نداره. اما چند حقیقت مهم هست: شک نسبت به گریت ویل، فروپاشی بعد از مرگ گادوین، تضاد درونی خودش با نظم ساخته شده و شاید نفرت از سیستمی که خودش خلق کرده. اما نتیجه یکیه: دشتری. دنیا وارد جنگ داخلی میشه. فرزندانش علیه همدیگه میجنگن: راداگون و رانی، ملینیا و راداگون، موگ در تاریکی خودش و دیگران در سقوط کامل. و لندز بیتوین تبدیل به یک میدان جنگ بی پایان میشه. و بعد از این فروپاشی ماریکا مجازات میشه. او داخل ارتیری زندانی میشه و برای همیشه از دنیایی که خودش ساخته بود جدا میشه. اما هنوز یک حقیقت بزرگ باقی مونده: حقیقت نهایی راداگون. چیزی که همه چیز رو پیچیده تر میکنه: وجود راداگون. و حقیقت شوکه کننده اینه که ماریکا و راداگون دو فرد نیستن، بلکه دو نیمه از یک وجود هستن. این یعنی چی؟ یعنی خالقی که یک جهان کامل ساخت از ابتدا در درون خودش شکافی داشت. و اینجا پیام اصلی الدن رینگ کامل میشه: نه خیر مطلق وجود داره، نه شر مطلق. فقط یک چیز هست: انتخاب‌ها و پیامدها. در پایان بازی
ماریکا را دیگه به عنوان یک الهه نمیبینیم، بلکه یک موجود شکسته میبینیم. کسی که یک دنیا ساخت، همان دنیا را نابود کرد و در نهایت خودش هم قربانی همان سیستم شد. پس حالا برمیگردیم به سوال اصل. آیا ماریکا شروره؟ جواب ساده نیست. ماریکا نه هیولا بود، نه قهرمان. او از رنج شروع کرد، با قدرت ادامه داد و در نهایت در همان نظمی که ساخت فرو ریخت. اگر از این ویدیو خوشت اومد و دوست داری لورهای بیشتری از الدن رینگ و دنیای سولزبورن ببینی، سابسکرایب یادت نره و زنگوله را فعال کن. خب اینم از ویدیوی امروز. تا ویدیوی بعدی، شب آرومی رو براتون آرزو مندم.